الله تعالی در سوره اعراف میگوید که یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. ای فرزندان آدم، وقتی که شما به مسجد می روید یا به نماز می ایستید، زیب و زینت خود را بگیرید. پیامبر صلی الله علیه و سلم از صحابه را دیدن که بسیار لباس های بی صفت، لباس های بسیار بد در تن دارد. بعد پرسیدن که ای فلانی، تو پول و مال داری؟ گفت که بله یا رسول الله من دارم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن که چی داری؟ برای اینکه شاید یک درهم دارد. گفت که یا رسول الله من خیلی شترهای زیاد، اسبهای زیاد، گاو و گوسفندهای زیاد دارم، خلاصه مال و ملک دارم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ان الله یحب ان یرى اثر نعمته فی عبده. الله تعالی دوست می‌دارد که آثار نعمت خود را در بندش ببیند. یعنی مادامی که شرایط داری، یه لباس خوب پوش گفتن، یعنی خیلی لباسی از همه پسترین لباس ها، این هم لباس شهرت است. لباس شهرت پوشتن ممکن است. لباس شهرت چیست؟ لباسی که با آن لباس شما در بین مردم مشهور میشید، هیچ کسی ندارد مگر شما. خواه لباس قیمت باشد، خواه لباس ارزان. اگر همین لباس ارزانی که امروز حتی کم بغل ترین آدم ها نمی پوشد، بعضی انسان ها خیلی خصلت داشتن لباس های ارزان قصدن یافته می پوشیدن تا اینکه مردم اعتقاد کنند که اینا آدم های ماشاءالله، آدم های از دنیا روی گردانیده، آدم های بدین روی آورده، گفته اعتقاد کند و به همین باره پول جمع میکردن. بعد یعنی با همین مقصد اینه که مردم آنها را احترام کنند، چون که مردم غالبا آدم کمبغل، آدم خاکسار را دوست می‌دارد. بله، خاکساری با لباس ارزان پوشیدن نیست. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره کبر سخن کردن، گفتن که کسی که اگر مثقال ذره کبر داشته باشد، من کان فی قلبه مثقال ذره من کبر لا يدخل الجنه. مثقال ذره اگر در قلبش کبر داشته باشه، کلانیگری داشته باشه، به جنت نمی‌داره. بعد یه صحابه سوال کرد، گفت یا رسول الله الرجل یحب ان یکون نعله حسنا. یه مردک دوست می‌دارد که پای افضالش زیبا باشد، لباسش زیبا باشد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که ان الله تعالی جمیل و یحب الجمال. الله تعالی زیبا است، زیبایی را دوست می‌دارد. الکبر بطر الحق و غمط الناس. مرد دوست می‌دارد که لباسش زیبا باشد، پای افضالش زیبا باشد. گفتن که الله تعالی زیبا هست، زیبایی را دوست می‌دارد. کبر تحقیر حق، غمط الناس تحقیر، پس زدن مردم. الکبر بطر الحق، پایمال کردن حق. میدونید که آدم در رو براتون سخن حق گفت، فقط که وای کم بغل تر است، نسبش از نسب شما پایان تر است، منصبش پایان تر است، سن و سالش خردتر است، تحقیر کردید و گپی حقی او را نگرفته. تو چی میدونی؟ این کبر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم یا آدم گفتن که با دست راست صدخور نمیتونم. گفت سبحان الله، مگر به رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین جواب میدهی؟ الله تعالی برایت هم نشست شدن نصیب روزی کرده است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو را از کاری منکر نهی کردن، با دست چپ نخور، با دست راست خور. گفت که نمیتونم. ما منعه الا الکبر. یگانه چیزی که او را منع کرد که با دست راستش بخورد این کبر بود. نمیتونم گفت. فما رفعه الی فیه. دیگر تا روزی وفاتش دست راستش به دهانش برده نمیتونستگی شد، یعنی دستش شل شد. و آخر اون کس پیغمبری الله است، هم دروغ گفت هم کبر کرد. الکبر بطر الحق، پایمال کردن حق. آدمی خاکسار هم آدمی که اگر چنده که از خودش خرد، از خودش کم بغل، از خودش دیهاتی تر، از خودش در نسب و در منصب و پایان تر سخن حق گفت قبول کنم. راست میگود این بچه، راست میگود همین برادر. وقتی که به سخنش زید برآمد،
این از خاکساری. خاکساری لباس ارزان و عادی پوشیدن نیست. بعد گفتن که الله تعالی دوست می‌دارد که آثار نعمت خود را در بندش بیند. یعنی مادامی که الله تعالی برای تو داد است، یعنی که از خودت کمبغل نتراش. بعضی آدم‌ها بودن محض این کار یعنی قصداً میکردن، با مقصد آبرو پیدا کردن و با مقصد یعنی به باوری مردم در آمدن. و یک صحابی دیگر هم پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد دیدن که بسیار لباس بی‌زیب پوشیده آمد، مثلا لباسی که بسیار از حد پایان. بعد گفتن که فلانی تو باز دیگر لباس داری؟ گفت آره. اگر من تو را حاضر همچون نماینده خودم به نزد فلان پادشاه فرستانم، کدام این دو لباست را پوشیده میری؟ گفت که فلانی اش را، یعنی زیباتر و خوشروترش را. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت مگر الله تعالی سزاوارتر نیست؟ ببینید آیت قرآن است برادرها. سوره اعراف آیت 31 الله تعالی میگه یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ای فرزندان آدم، وقتی که به سجدگاه ایستادید، به نماز ایستادید، شما زیب و زینت خود را گیرید. این آداب لباس است. بنده باید به نماز با لباس‌های تحپوشک، با لباس‌های خواب نیستد، چون که پیش الله تعالی میزه. پیش اگر رئیس شهر روید لباس‌های بهترینتون رو پوشیده میرید. الله تعالی شاهی شاه ها است. الله تعالی از ازل شاه، اول گدا بود و بعد شاه شد، مانند پادشاه نیست. از ازل شاه است و همیشه شاه است، مانند دیگر شاهان نیست که بعد شاهیگری به زندان روان و بعد شاهیگری به دوزخ روان و بعد شاهیگری با در بین مردم کمبغل باشند. الله تعالی ملک الملوک، شاهی شاه ها است. وقتی که در پیشگاه الله تعالی می ایستید، زیب و زینت خود را بگیرید. و دوامش الله تعالی که و کلوا و اشربوا، شما بخورید از حلال کرده های الله تعالی و بنوشید. چون که وقتی که بنده میخورد و مینوشد، بسیار برای نفسش، برای بدنش در این چیزایی که الله تعالی حلال کرده است ویتامین ها، فایده ها، غذاها هست. ولا تسرفوا، لیکن از حد زیاد نخورید، از حد زیاد هم ننوشید. انه لا يحب المسرفین، الله تعالی اسرافکارها را دوست نمی‌دارد. وقتی که یهودی گفت که قرآن را خوانده برآمدم، یا یک نصرانی، در قرآن شما درباره علم طب معلومات نیست. بعد یکی از مسلمان ها گفت که الله تعالی در 3 کلمه یک آیت علم طب را جنبست کرد. گفت همین آیت 31 یعنی ابتداش درباره لباس است، آخرش درباره خوردن است. خورید، نوشید. وقتی که میخورید می‌نوشید، بدن شما از این خوراک ها، از این طعام ها، از این میوه ها، از این سبزوات ها غذاها و ویتامین های فایده‌ناک را با خودش جدا میکند. این فایده دارد. ولا تسرفوا، از حد زیاد نخورید که باعث بیماری میشد. وقتی که زیاد که خوردید، تمام بیماری ها به جز بیماری های ارثی، به جز بیماری های نادر دیگه قریب 99% بیماری ها عامل اساسیش، سبب اساسیش پرخوری هست. خورید، نوشید و اسراف نکنید. انه لا يحب المسرفین، الله تعالی اسرافکارها را دوست نمی‌دارد. یعنی ماه مبارک رمضان وقتی که نزدیک می شود، بعضی انسان ها به ماه رمضان آمادگیشان به طعام خوری و به بازار روی و با این چیزا آمادگی می‌بینند. خوب است که به هر حال به ماه رمضان اهمیت می‌دهند، ولی ماه رمضان ماه خوردن و نوشیدن نیست، بلکه ماه پرهیز از بسیار خوری. حتی بعضی آدم‌ها اگر به ترازو مانید اون طعامایی که در رمضان میخورند زیادتر میخورن آنه که بیرون از رمضان میخوردن. بیرون از رمضان در هر روز 3 مرتبه میخوردن و کم کم میخوردن. در رمضان 2 بار میخورن و بسیار میخورن از ترس گرسنگی. این خیر نیست.